کتاب دوستای عزیز سلام، من آریان هستم و اینجا آری کتابه. شلغم یا شیطان، به نظرتون شلغم میتونه میوه باشه؟ یا اگه میوه باشه اصلا میتونه مال بهشت باشه؟ امروز با معرفی یه رمان ایرانی همراه شما هستیم. کتاب شلغم میوه بهشته، نوشته علی محمد افغانی، نویسنده‌ای که خیلی از ما شاید با شوهر آهو خانوم بشناسیمش. افغانی در سال 1303 در کرمانشاه به دنیا اومد. اهل قلم بود و دغدغه‌مند و البته مانند خیلی از قلم به دستان ایران سیاسی، تا جایی که حتی به خاطر عضویتش در حزب توده سالهای از عمرشو پشت میله‌های زندون گذرد. اما خب تمام این اتفاقات و مسیری که طی کرده بود روی افکارش تأثیر گذاشت و امروز ما میتونیم دیدگاه افغانی رو نسبت به وضعیت جامعه در رمان‌هایی که نوشته به وضوح مشاهده کنیم. اما برسیم به شلغم. داستان شلغم میوه بهشته در مورد 2 خانواده قدیمیه که در یک خونه قدیمی‌تر در کنار همدیگه زندگی میکنن. در یک اتاق براتلی و نرگس به همراه پسرشون عابدین روزا رو میگذرونن و در اتاق دیگه که در اون سوی خونه است خانواده مشتی محرم ساکنن. عابدین پسر براتلی و نرگس فقط 12 سال سن داره. او هر روز چاق‌تر میشه و صورتش هم بیشتر از قبل ورم میکنه، تا جایی که وضعیت عابدین علاوه بر خانواده خودش حتی اطرافیان و آشنایان رو هم نگران میکنه. پسر بچه 12 ساله‌ای که از مرز 100 کیلو عبور میکنه. اما شلغم کجای ماجراست؟ عابدین علاقه خیلی زیادی به شلغم پیدا میکنه، تا جایی که فقط با خوردن شلغم به یک آرامشی دست پیدا میکنه و دیگه بعد از اون انگار هیچی دوست نداره بخوره. از اینجا به بعد داستان دیگه متفاوت میشه، تا جایی که اطرافیان به چیزهای مختلفی فکر میکنن. عده‌ای فکر میکنن که عابدین یک مریضی خاصی پیدا کرد و عده دیگه‌ای هم به این فکر میکنن که عابدین توسط جنها تسخیر شده. همین جایی که داستان شکل و شمایل رازآلوده‌ای به خودش میگیره و خانواده عابدین برای اون که اون درمان بشه به راه‌های مختلفی متوسل میشن، از راه‌های نوین و شیوه‌های سنتی گرفته تا متوسل شدن به خرافات. اما نکات دیگه‌ای که ما از خوندن این داستان متوجه میشیم تفاوت خانواده‌ها با هم دیگه است. سبک زندگیشون، عقایدشون و همینطور باورهایی که دارن. درسته که این داستان در مورد فقط 2 خانواده است، اما لایه‌های عمیق‌تری از این داستان وجود داره که ما میتونیم با خوندنش وضعیت تمام اون جامعه رو درک کنیم و در زیر پوست این داستان مفاهیم عمیق‌تری مثل خانواده و تربیت و همینطور سبک زندگی شهری در ایران دهه‌های گذشته وجود داره که نشون میده که گاهی اوقات چطور یک مشکل کوچیک میتونه همچین بحران‌های بزرگی رو برای یک خانواده و اطرافیانشون به وجود بیاره. کتاب شلغم میوه بهشته نسبت به دیگر رمان‌های افغانی کمتر شناخته شده، اما خب با زبانی ساده‌تر و گاهی تلخ‌تر واقعیت‌های مختلفی رو در دل خودش نگهداری می‌کنه. این کتاب در سبک رئالیسم کلاسیک با دقت و جزئیات فراوان زندگی روزمره رو به تصویر میکشه که دیالوگ‌های طبیعی، لحن محاوره‌ای و شخصیت‌های خاکی از دل همین زندگی روزمره به دنیا میاد، نه ماجراجویی‌های عجیب. پس چرا باید کتاب شلغم میوه بهشته رو بخونیم؟ به چند دلیل. همین که ما رو با شرایط و وضعیت جامعه و مردم خودمون در دهه‌های گذشته بیشتر آشنا می‌کنه. مشکلاتی که شاید خیلی‌هاشون هنوزم زیر پوست مدرنیته آدمای شهر خودشونو پنهون کردن. همین که در این کتاب به مسائل مختلفی مثل تربیت، خانواده و مسئولیت پذیری پرداخته شده و شاید یکی دیگه از دلایل خوندن این کتاب همین باشه که ما یاد بگیریم که پشت هر چیز ساده‌ای میتونه یک داستان خیلی با ارزش و شنیدنی منتظر ما باشه. و آخرین دلیل برای خوندن این کتابم خود قلم علی محمد افغانیه. ممنونم که تا اینجا همراه ما بود. اگه این محتوا رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون این مسیر فقط با شما معنا پیدا میکنه. نظراتتون رو برای ما در قسمت کامنت ها بنویسید و اینو هم دوباره میپرسم، به نظر شما چی؟ شلغم میوه بهشته؟